فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده با شماره 4616 پرسیدن که من راننده ماشین‌های سنگین هستم، در سفر حکم روزه چیست؟ ابو عثمان از اهواز. من اون کسی که به اصطلاح راننده ماشین سنگین هست یا به تعبیر شرعی دائم السفر هست، همیشه در حال سفر است، فرق نمی کند برای این که مجوز شرعی وجود دارد و افطار کردن و روزه نگرفتن جایز هست، تفاوتی نداره که این سفر طارئی باشه، یعنی یک باره پیش اومده یا برای تفریح می شود یا برای علاجی می رود، یا این که خودش کارش این هست، مجبور است همیشه سفر بکند. در تمامی این صورت ها مجاز هست این شخص می تواند روزهش خودش را بخورد، اما به شرطی که بعداً بتواند روزه بگیرد. اگر واقعا این گونه هست که به اصطلاح اصلا امکان نداره در طول سال، نه مرخصی داره نه روزهایی رو در داخل منزل هست و هم میدونه که در تمام روزهای سال سفر میکنه، خب بهتر اینه که روزه رو بگیره، زیرا که برای جبرانش دوباره همین اشکال دوباره پیش میاد و نمیتونه روزه رو دوباره قضا بیاره. اما اگر مطمئن هست که بعد از این مثلا میشه روزهایی رو در شهرم هست، میتونه این روز ماه مبارک رمضان ولو این که دائم مستفر باشه بخوره، روزه رو نگیره و روزهایی که در داخل شهر و در منزل هست میتونه اونها رو قضا بیاره. هیچ تفاوتی نداره که انسان دائم مستفر باشه، راننده تریلی ماشین سنگین باشه یا ماشین سبک دستش باشه و برای تفریح یا برای سفر دیگری بره.